است. بنابراین اهل جنت وقتی که این چیز لذتی که از دیدار پروردگار میگیرند هیچ وقت قیاس کردن نمیشود به دیگر چیزها. برای چی؟ برای اینکه در جنت از قصرها، از تماشای قصرها لذت میبرند و از استقامت کردن در آن قصرها و از استفاده بردن و لذت بردن از زنهای زیبا، زنها بلکه دخترای جنت که همه آنها در سین و سالهای معین است که انشاءالله در جمعه میشنوید. و درباره دیگر تمام یعنی جنت، ناز و نعمتهای جنت، انسان اگر گیرد خواه خوردن باشد، خواه نوشیدن باشد، خواه زیارت دیگر برادرها باشد، همه آن زیارت لذت بردن با مخلوق است، لذت بردن از مخلوق است. خوردن آن چیزی که میخورید این مخلوق است، آن چیزی که مینوشید مخلوق است، آن چیزی که وای که علاقه میکنید زن وای مخلوق است. این خانه های و قصر های و این گلیم و دیگر چیزهای و کت های عجایب و دریاها از اصل و دریاها از دیگر همه نعمت های پروردگار مخلوق است. لیکن در دیدار پروردگار لذت از خالق است، لذت از خالق میگیرد. بنابراین فرق لذت بردن از خالق و فرق لذت بردن از مخلوق، فرق خالق و فرق مخلوق است، به نهایت وسیع است. بنابراین بسیار لذت می. شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگویند که این در دنیای هم همین است. وقتی که انسان زن زیبا داشته باشد، زنهای بسیار داشته باشد، صاحب 4 زن باشد که اجازت است، یا مثلا در زمانهایی که کنیزگیری درست بود، یا اینکه عاقبت با زمان آخرهای زمان به رسول خبر داد یک انسان صدها کنیز دارد، مثلا از وی لذت گیرد، از زن لذت گیرد، فرزندای عجایب زیبا داشته باشد، با نگاه کردن و با سخن کردن با آنها لذت گیرد، با خوردن تمام چیزهای خواهشش خواستگی اگر لذت گیرد، نوشیدن دیگر و دیگر تمام چیز، ماشینه های و مرکب های زیبا اگر سوار شد، همه این لذت بردن از مخلوق است. منصبم مخلوق است، آبرویم مخلوق است، لیکن لذت بردن از پروردگار عالم با عبادت پروردگار میشه. اینه ما درک کردگیم. وقتی که در نزد حلقه علمی استادمون می نشستیم، من در همین حیات خودم از همه بزرگترین لذتی که حس کردم همون شبهایی که در نزد درس می نشستیم بعدی بین نماز شام و خفتن بعدی روزهای پنجشنبه، همین بدن انسان 100% لذت میگیرد از آن سخنهای بزرگ پروردگار، از سخنهای جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم که دیگر لذتهای دنیا به این برابر نیست. کجا اینکه روید تمام لذتهای دنیا همش یعنی در نزد لذت بردن از پروردگار عالم چیزی نیست. بنابراین بهترین لذت با شنیدن سخن خدا، با عمل کردن به سخن خدا، با شنیدن سخن رسول الله و با عمل کردن به سخن رسول الله، با نماز چقدر که پیامبر ارحنا بالصلاه یا بلال، ما یک راحت به انداز به سبب اذان، یعنی اذان گویم و نماز خوانیم یک جان ما راحت کند. بنابراین شیخ الاسلام گفتن که حقیقت بهترین لذت این لذت عبادت، لذت حقیقت عبودیت، حقیقت بندگی فهمیدن، لذت وقتی که تمام نمود خواه مردم کتی معامله زیبا میکنید، خواه زیارت برادران میکنید، زیارت علمای اسلام میکنید، خواه علم میگیرید، خواه عمل میکنید، خواه قرائت قرآن میکنید، خواه روزه میدارید، خواه صدقه میکنید، انا همین چیز کتی وقتی که لذت میبرید یگان لذت های برابر نمیشه. برای اینکه لذت بردن با خالق هستین، لذت بردن با عبادت پروردگار است، خاصتا نامهای پروردگار دانستن، صفتهاش دانستن، درباره نامهای الله تعالی و عملهای پروردگار باخبر شده، درباره خودی پروردگار عالم علم گرفتن و شنیدن، این بسیار لذتی بلند دارد که شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که فی الدنیا جنت لا يدخلها الجنه من لم يدخلها لا يدخل الجنه الاخر. دنیا به جنت است، کسی که همون جنت به اگر نداره جنت آخرت به نمیداره، جنت عبادت،
لذت عبادت نمیچشد مغزش. آن آدم هایی که نامش به همین دویم درجه کرده موندگی نماز و عبادت های معنی های چیزی که میگود نمیرد، این لذت عبادت نمیچشد. بنابراین حتی شیخ الاسلام ذکر کردن اگر چنده که ما و شما به نماز اعتبار ندهیم، معناهای چیزی که تلاوت میکنیم و قرائت میکنیم و در نماز ذکر میکنیم و نفهمیم هم، لیکن نماز لذت دارد. بعدی تمام شدم پیامبر صلی الله علیه و سلم در داخل نماز لذت میبردن، ما بعد سلام دادن لذت میبریم که خیلی صاف شده گفته. به هر حال الا بذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید با ذکر خدا دلها آرام میگیرد.